دره عراق یکی از دره‌های آرام با طبیعت زیبا و قشنگ. بسیار خانه‌های مقبول و همونطور بسیار و سبک قدیمی و قشنگ و زیبا وجود داره که قدامت تاریخی شاید خیلی زیاد باشه. این منطقه زو میگه. زو. اما که ما پرسیدیم زو نام داره. زو. اینجا چند خانه زندگی میکنه؟ اینجا آورده شده، بسیار کلان و بسیار سنگین هم است و خیلی زیاد هم است. شما ببینید از اینجا که شاخ آهو است تا این طرف اینمی بغلا کلا شاخ آهو پر است. مثلا نیت داریم زن میافم. خب این ریتر میزنه میچسبه. دختر میگه ما چوی کار دارم. این ریتر میزنه میچسبه. خدا دور رفت. وطندارای عزیز سلام و وقت شما بخیر مانده نباشین. آرزو میکنم در هر کجایی که هستین جور صحتمند باشین. امروز بفهمید در کجا آمده؟ در دره عراق، یکی از دره‌های آرام با طبیعت زیبا و قشنگ، جایی که بیشتر باشنده های این دره وطندارای بسیار است. اما تو طبیعت بسیار ناب و قشنگی داره. در کنار زیبایی و طبیعت ناب خود یک زیارتگاه اینجا وجود داره. از جایی که صحبت‌های قبلی خود داشتیم آمدیم تصاویر زیبا براتون گرفتیم. امید که خوشتون آمده باشه. چیزی که برای خودم هم جالب بود و بر شما حتما جالب است که در عراق بسیار خانه‌های مقبول و همونطور بسیار و سبک قدیمی و قشنگ و زیبا وجود داره که قدامت تاریخی شاید خیلی زیاد باشه. بیشتر خانه‌ها هنوزم بسته هست و شاید مالکیش رفته باشه به خارج یا کابل یا جای دیگه، اما بسیار زیبا و دیدنی است، بسیار قشنگ است. جایی که ما رسیدیم اینجا زو نام داره. همونطور که گفتم اینجا اما زیارتگاه هست، این منطقه است و اینجا در کنار از که
زیارتگاه است. بسیار یک جای قدیمی بوده و فکر میکنم که در اینجا آثارهای باستانی نیز وجود داره، مغاره ها وجود داره که از گذشته های خیلی دور بوده، اما تاریخ و قدامت از اینا بیشتر به مردم این منطقه معلوم نیست. با آن هم دوستای ما یک دو تا اونجا حضور داره که مصروف کار هستن، اما توسط است میریم جزئیات بیشتر از خود این روستا و اما زیارتگاهی که گفتیم از ایشان انشالله میپرسیم. یا الله، آمادیم بخیر. برادر عزیز مانده نباشین، اردیتان صحتتان خوب است؟ بخیری؟ سلامتی؟ مار دیس خور از من جی خوب است؟ بخیری؟ صحتمندی؟ این دیگه که آمدیم جایی که قرار داریم دیگه اینا کار میکنن، ما قریب که یک مقداری از چی سری علف پریدم. این اینجا دیگه همون تو چی است؟ علف است. برای ازی که ذخیره‌گاهی برای زمستان گوسفند و گاو و دامداریشان است. دیگه باش که یک معرفی شویم، بعد از او باز یک کم قسم کنیم. همین نام شما چی است؟ علی بخت. باشه علی دوست. علی بخت. از تو چی لالا؟ فراموز. فراموز؟ بسیار نامای قشنگی زیبای. موضوع این کارتون خود نشدیم انشالله. یک کم نزدیکتر میایین. جایی که ما قرار داریم فکر کنم ما پرسیدم گفت که منطقه عراق است. در عراق ولی جایی که ما هستیم روستای این منطقه زو میگه. زو. اما که ما پرسیدیم زو نام داره. زو. اینجا چند خانه زندگی میکنه؟ اینجا فعلا یک مو زندگی میکنه، دیگه کلش کابل است. این دیگه چی همین چیزی که من جالب برای ما بود که این درار کلا آمد میگه خانه های قشنگ و زیبا، بسیار خانه های گلی و مقبول، ولی داخلش کس نبود، بیشتر دروازه ها بسته بود. کابل تو مردم روزگارش نمیچله دیگه. چطور دیگه در قشنگ و زیبا روزگار نمیچله؟ این سه کچالو این سال مردم در کچالو کش که لاشم کریم زده. خب این نمیشه یک نوع مریضی امسال او پریمو نباتی اومده. نباتی اومده او پریمو است. خب یورو کریم خورد. خاطر او زیاد. نه نکنم مشکل دیگه داشته بوده. پیدا شده. فوری چیزی که روزی از طرف خدا چی باشه. خودت مصرف علف خیلی هستی. علف خیلی. خیلی وقت نیست برای علف خیلی کردن. وقت نیست جای کم رو بیکار شد دیگه. فرصت تروز دیگه نمیافادم. مالداری و زندگی چطور است؟ خوبه، یک روزگار تیر میشه، شکر خدای دیگه ما. از خدا آدم ناشکری کنه بگه والا روزگار نمیچله، خوبه شکر. اون یک دم تیر میشه دیگه. علی بخت عزیز، یک داستان شنیدم که در این منطقه تان یک زیارتگاه وجود داره به نام زیارتگاه چلتن. چلتن این تا پایین نزدیک دارم، موزار تا پایین واسه اینجی. اینجا نزدیکه یا خیلی دور است؟ یک اینوسی بینی دور خورد پیشتر اونجا چلتن است. اگر از یک تقاضا کنیم میپذیر تقاضای ما؟ کدام مشکل نداره. میری خدمات؟ کدام مشکل نداره. تا مردم بسیار مهربان است. واقعا مردمایی است که یک درک خوب داره، یک حس خوب داره که همکاری خود داره. اون کاسه زردالو طلب کردم، اون میاره کاسه زردالو رو بخوریم. خیلی یک کاسه زردالو رو بخریم باز با علی بخت میریم برای یک چند دقیقه وقتشون میگیریم میریم که زیارتگاه چلتن رو ببینیم اینجا چه رقم است. خب از اون دل ما و علی بخت جان رسیدیم به نزدیکی این زیارت که میگه در اینی موقعیت است، اما تو نزدیک دیم دیگه. نزدیکه. خواه باز که یک دفعه می امکار ما برسه علی بخت جان. عزیز علی بخت جان میگه که اینا کلا شاخهای آهو هست که
و مرور زمان که شکار شده نشانه های از شاخش اینجا آورده شده. بسیار کلان کلان و بسیار سنگین هم است و خیلی زیاد هم است. شما ببینید از اینجا که شاخ آهو است تا این طرف اینمی بغلا کلا شاخ آهو پر است. بسیار کلان کلان همونطور با ضخامت بسیار کلان. خب الوقت جان اینجا این کسی که نظر نیاد میکنه در اینجا میکنه چیلتانه گرم میکنه. خب بیشتر کسایی که نظر میکنه از خود منطقه است یا از بیرون هم میاد؟ از بیرون میه، از بامیان میه، از درای فولادی مثلا از کابل میه. از کابل هم میاد؟ از کابل هم میه. کسی که نظر داده منطقه میره چیلتانه به نظر کنه میجی میکنه. آفرین. یعنی خیلی مردم عقیده زیاد داره دیگه. عقیده داره مردم. این شاخهای آور صرفا همون تو مانده یا نه که نام کردم نشانه داره کدام گپ زیارت بوده حتما همون کسی که او میکشده همون شاخ او میرده چیلتان میشده با یک حتما یک حرف حدیثی داشته بوده. شاید حرفش به این باشه که مثلا رونق پیدا کنه شکارشه. سیس بره از کدام نامه؟ زیربیات یک نفتی مقصد سیس جایش خطرناکه؟ جایش خطرناکه؟ من سرشل که دارم تام نه سیس ما باز در دیست کامرا هم است که من رای کامرا از دیست نفته. خب ماشاءالله خیلی مردم ها کسی که سایه میگیره بعد باسه مکنه خب اینی اصلی امو یک دقیقه البخت جان میگه که اصل جای این اینجاست که داخل رفتن و ما هم به دنبالش داخل میریم و میگه که 40 تن در داخل اینمی خانه دفن شده. اینکه سرشان به کجاست و چگونه اینجا دفن شدن، اینا از کجا بودن، میگه کم میپرسیم اگر معلوماتی داشته باشن اینا. معلوماتی ندارم. خب مقصد اونو قبرشی است. خب الوقت خان یا جان الوقت جان بود نه؟ خب من خان گفتم خانم که هستم جوری جان هست. اینجا چطوری تو زیاد سنگ و در رقم یه نالی تو کلم نیت داریم نه؟ خب بان باسه بودی مثلا نیت داریم زن میافم. خب این ریتر میزنه میچسبه. دخترم رو مشوی کار دارم این ریتر میزنه میچسبه. میچسبه و اگر نچسبید شوی پیدا نمیشه. چیزی نموشه به جمع اون چیزی که آرزو کرده نیت کرده نموشه. این بسیار جالب است. عزیز شما ببینید مثلا این ریگا از اینجا میگیرن. از اینجا میگیره تو دیگه مثلا از اینجا یک ریک میگیره نیت میکنه به نیت از اینکه کارش برآورده شه و نیتش برآورده شه رو میچسبونه به یک از این سراخا. اگر البخت جان میگه که اگر اینجا چسبید نیتش برآورده میشه، اگر که پایین افتاد نیتش برآورده نمیشه و من نیت نکرده بودم چسبید. اینا اگر نیت کردم شاید باز فهمیده شه. باش که یک نیت میکنم نیت بدیل خود دیگه یا خدا که نیت با برآورده شه که اینجا باز علی بخش جان من خنده نکنه. یگان جایش پیدا کنم که بیچسبه دیگه. بیچسبه باشه یگان جایی که چقلتر باشه که بیچسبه. باش که اینی رو بس کنم نه این اینجا میمونه. یعنی اینجا دیگه بسیار جای خطرناکه. نه باشه والا نه این دیگه نیت ما برآورده میشه. از پیش از اینکه الوقت خان یک کمی طرفتر بیا که همکار ما طرفتر بره که نور در روی ما بزنه کم سفید معلوم شه. اینا از چند سال هستی خودت؟ 40 سال هست. 45 سال. 45 سال. چند سال دیگه زندگی کردی؟ تقریبا یک 15 سال باشه کابل رفتم که از پیش از زندگی میکنم. 15 سال. خب در کابل رفتین و پیش از اینجا زندگی میکنین. یه وقتی که اینجا بودین الوقت جان چی شنیدین از داستان از این کسایی که میاین اینجا به حساب زیارت کدام چیزی داستان قصه کرده باشن؟ چی چیز به یاد داری خودت؟ سامی هیچ دیگه قصه نکردم چی اما پرسان هم نکردم میگه واقعیت دیگه یک زیارت در نام چیلتان مغیره دیگه این بابای وقتا زیاف چی میکنه مسئولی میتر والله این چیلتان زیارت است. بعد از این زیارت من این چیلتان دیگه از این شاید که از دو قرن نم پیش شده باشد.
سایکو ابی سابقی سایکو چی رقم هیر جور کرده نه بغل مانگه بسیار قشنگ جور کرده. نه سایکو یعنی قبر چیسته قبر پیش هستن؟ یعنی قبر است در خانه دوم. دو قبر چیسته 40 تن کلنشان همینجاست؟ 40 تن مگم اینجا است دیگه 40 تن سرش هم همینجاست یا به سر بخورم حتما به سر به سر 40 تن میگن؟ 40 تن مگه دیگه سرش معلوم نیست. سرش معلوم نیست در کجای بود کدام در فولادیه دبامیان شاید نباشه دیگه یا در مزار باشه دیگه کس گفتن نمیتونه دیگه داستانی مشخصی نداره. مشخص نه فقط از مو سینه به سینه نقل شده. همون سینه به سینه مثلا ما که گفت 40 تن زیارت است واچه ما میگیم زیارت است اون شروع نمیتونه دیگه تو داستان چیز نداره دیگه کس سندی نداره که به حساب بر اساس یک چیزی باشه که یک کتابی داشته باشه مثلا سندی کتبی داشته باشه فقط تو شفاهی قصه شده زبان میزنه. مقصد قبلش هم کار کرده در کدام تقریبا ایره یک 40 سال پیش یا 20 سال پیش 30 سال پیش قبر کردم کنده کرده شاو مادر قبرم کنده شده قبرم کنده کرده. خب اصلا دل یک بار کردی علی بخش جان میریم امو تصراف خود خبر منی کمره در دستم بود اینجا میمانم اما تو میریم یک بار از نزدیک میبینیم. اینی ساحه است؟ اینی ساحه باش که ما یک چراغ روشن کنیم. وای ندارم چراغ شکاری چراغ شکاری داره. خب این اینجا شروع شده. علی بخشان بیاین شما طرف این مردم بند بسته بودیم خب این بند یعنی چی رقم؟ یعنی بند یعنی مثلا این بند از خاطری مثلا یک نفر سایه میگیره مثل ما شما مرگی میگینه میشینیم یک خب مرگی میگینه سال یا مردم کسی نمیکدش ما شما یک نفر میگه مثلا چیز ما چوب است یک چوب هستی که عقیدهش خداوند نور عقیده داره. عقیده اینجا کلا فعلا میگم تو ورقای قرآن شریف است. خب اینا رو اینجا مانده به خاطر که همه زیر پا نشه. این بسیار کلان هم است. کلان بسیار قبر کلان است. شما فکر کنید که تقریبا بالای 3 متر شاید و اون قضیه معلوم نیست چقدر پایین است. پایین است شاید که داموز تو باشه راستی مقصد جایزی. خب این فکر میکنه که تو وسط پیدا کرده باشه. این مانگو سابق قال که مانگو توشش نه سابق مثلا غارای خطر چی بوده اینجی این کلان بوده این 6 تا مانگو 6 سال قرن که پروش درس بشنه مانگی تر کنم وقت قدر کو وقت مانگی تر بشنه میلاشه مستقیم علی بخش جان یه رقم سیاه هست اینجا داخل از اینه تو تاقچه ها هم هستن اینا کسانی تر شده یا زمان هوایی که وجود داشته بوده اینجا می رقم سیاه اینجا وقتا مردم اینجا حتما نظر رو نیاد مکدیده سابق داخل زمین داخلی هم ازی شام مثلا مثل شام داغ مکدیده مثلا یعنی تقریبا شاید که 100 سال پیش سال اینجا مردم دیگه سیستم ها بوده زندگی متفاوت از امروز بوده و اینجا جالب است که اینجا دو شاخه هم شده یک شاخه ای طرف یک شاخه پایینش بندای عزیز معلوم نیست به خاطر که نقصه های از قرآن شریف است به خاطر از اینکه آورده مردم اینجا که حتما زیر پای نشود داخل از این قبر مانده. چیزی که علی بخش جان میگه چی که پخته دیدی این سیاهی یا این دودی که اینجا وجود دارد اینمی از گذشته های خیلی نه اینو واقعا اینو مردم جور نکردن نه همین سابق مثلا یک قرن پیش یا 2 قرن پیش همین دیزاین بوده ولی این منطقه از مور اقسام رنگ داره رنگ سبز این از 2 قرن قبل زیاد شده هیچ خراب نمیشه. یعنی جالب است همین خود ساخت این تاقچه هایی که وجود داره بسیار منظم به یک شکل بسیار چرا جور کرده ایده دیزاین شدگی و طرح بسیار قشنگه یک دیزاین جور کرده و این که مثلا طبیعی نبوده طبیعی که طور طبیعی باشه به خاطر از اینکه این طرفایش هم شما ببینید بسیار مرکب بسیار اساس یعنی موسیقی بسیار هم اساس تاقچه و زیباست واقعا آنچه که اینجا چلتن میگه یا مثلا کسایی اینجا داخل از بوده جدا از این مگر نه که نفر زندگی نمکنه دیگه کامو زیارت بوده هر چیزی که بوده مثلا 100 سال پیش بوده یا 500 سال پیش بوده هر چند بوده
این مقصد زیاره سابق من لازم بود دیگه تو بابا از ماشون که از چیز نه تاریخچه چه قصه مثلا بوده تاریخچه وجود نداره فعلا در دسترس اینا قرار نداره اگر وجود هم داشته اینا فعلا در دسترس نداره نداره به ساحه زو گفتی زو در ساحه زو المخ جان این فکر میکنیم که مغاره نشینی بوده در جدا از این چون بوده بالای از خانه‌هایشون نشان میتونه رنگ سفید که دیگه مثل مثل مزوری از سال از جای لوکس است و خانه بوده زندگی میکنه